در ارتباط با همین حرفایی که آقای قزوینی زد، آیت الله چرتکه در مورد قضیه شکستن در و آتش زدن خونه و دفاع حضرت علی و از کتاب سلیم ابن قیس نقل میکرد، یکی دیگر از آخوندان مطلب جالبی رو میگه، اینم با هم بشنویم، خالی از لطف نیست، البته در همین شبکه. اما نسبت به سوال سومتون که آیا حضرت در این 25 سال خانه نشینی دست به شمشیر بردن یا نه، طبیعتا حضرت سکوت نظامی داشتن، سکوت فرهنگی نداشتن، بارها این رو گوشزد کرده بودن. اما نسبت به حضرت صدیقه طاهره در اون ماجرای حضرت چند بار هست بحث شمشیر کشیدن هست. یک بار در هجوم دومه که حضرت به سمت شمشیرشون میرن و اینها مانع میشن، نمیذارن حضرت به شمشیرشون برسه. یک مورد هم در همون زمان بحث نبش قبر حضرت صدیقه است که در منابع شیعه است، ولی اون مورد دیگر رو که شما فرمودید بنده ندیدم. اون مورد دیگر رو نسبت به زن و بچه مالک ابن نویره و امثالهم اون رو من ندیدم در منابع، ولی اون یکی در منابع شیعه وجود داره. این آخوند خبر نداره که استادش چی گفته تو شبکه، از کتاب سلیم ابن قیس آورده که حضرت علی هم گرفت و عمر رو زد و فلان کرد و دفاع کرد. این خبر نداره از این قضیه، تناقض. شاگرد از استاد خبر نداره که چه دروغی میگه. ببینید اینجا میگن که حضرت علی سکوت نظامی داشت، یعنی نمیخواست که به جنگ با اینا، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش گفته بود که علی با اینا درگیر نشو. قزوینی هم گفت در اون کلیپ و اینم میگه در اینجا، در حالی که ما میبینیم که در کتاب‌های خودشان در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و اینکه ایشون چگونه به خاطر مسائل خیلی پیش پا افتاده دست به شمشیر می بردن و این کتاب بهارالانوار است، دوستان نشون بدن. مولا باقر مجلسی در اینجا میگه که اینم صفحه بعدش، اینم صفحه شناسنامه‌اش اینجا. خلاصه در زمان خلافت ابوبکر بود و زمان 3 سال از خلافت عمر، یک ناودانی داشت خونه عباس که این آب باران رو به اصطلاح در صحن مسجد، صحن خارجی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، آب باران از این ناودان می اومد. این بلند شد و خلاصه عمر کسی رو فرستاد و این ناودان عباس رو کند و انداخت به زمین. وقتی این قضیه صورت گرفت، ایشون رفت به حضرت علی شکایت کرد و حضرت علی هم عصبانی شد و خلاصه اومد به خونه و ببینیم که بعد از اون چی کار کرد. بعد از اون قنبر رو صدا کرد و علی گفت که ای قنبر بیا. باز شمشیرش رو گرفت و ذوالفقار رو گرفت و به کمرش بست و به مسجد رفت و مردم هم دورش جمع شدن و گفت ای قنبر بپر رو به اصطلاح نردبان و این ناودان رو مکانش نصب بکن. قنبرم رفت و در اونجایی که ناودان بود اونو گذاشت و علی گفت به حق صاحب این قبر، یعنی حضرت علی را مثل خودشون مشرک فکر کردن، به حق صاحب این قبر و این منبر قسم است که اگر کسی این ناودان رو از جاش تکون بده گردنشو میزنم و کسی که امر رو کرده باشه گردن اون رو هم میزنم و بعد از اون به صلیب میکشم این کسی رو که گردنشو میزنم تا که قاق بشه، خشک بشه. بعد از اون میگه که وقتی که قضیه به عمر ابن خطاب رسید بلند شد و داخل مسجد شد و به اون ناودان نگاه کرد و گفت که یعنی کسی باید ابوالحسن رو یعنی حضرت علی رو
غضبناک نکنه. و گفت که من کفاره قسمو میدم و دیگه ناودان رو در جای خودش نصب کرد. بعد حضرت علی رفت پیش عباس، گفت عمو جان چطور شد، دیدی چی کار کردم؟ ایشون هم تعریف و تمجید میکنه. بعد میگه که فوالله لو خاصمني اهل الارض في الميزاب لخصمتهم ثم لقتلتهم بحول الله و قوته. به خدا قسم اگر همه انسانهای کره زمین بیان و ناودان تو رو بکنن، من با همشون دشمنی میکنم و همشون رو به حول و قوه الهی میکشم. من در این مورد این غضب هایی که حضرت علی به خاطر ناودان و به خاطر یک شیعه و به خاطر مسائل اون اجدایی که من مرتبه گفتم در یکی از برنامه که علی اجدایی داشت که هر کس که به شیعیان علی بد میگفت این اجدا رو ول میکرد و طرف رو میترسان، در همین کتاب بهار الانوارشون دارم. من اینجا یک سوال دارم از عقلای شیعه، نه از آیت الله چرتکه و آخوندهای دروغگو. ناودان عباس برای حضرت علی مهم بود یا دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ کدوم یکیش مهم بود؟ روایت صحیحی که به قول خودشون تنها روایتی که دارن که حضرت علی غضب شد به خاطر فاطمه و از فاطمه رضی الله تعالی عنها دفاع کرد که از کتاب سلیم ابن قیس آوردن که دروغه، کتاب جعلی و ساختگی. ناودان عباس مهم است یا جگرگوشه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ شما رو به خدا شیعیان عاقل، من شما رو مخاطب قرار میدم، اگر یک مردی از زنش نتونه دفاع بکنه در مقابل یک نامحرم، بهش چی میگید؟ یک مردی که کشته نشه به خاطر ناموسش، به خاطر دفاع از ناموسش، بهش چی میگید؟ دیوس میگید یا نمیگید؟ کسی که از ناموس خودش و ناموس مسلمان ها و ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم نتونست دفاع بکنه، چه اسمی شما میخواید براش بگذارید؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر حجاب یک زن مسلمان یکی از قبایل یهودی رو تار و مار کردن، فقط به خاطر اینکه حجاب یک زن مسلمان رو از سرش کشیدن، حجابش از سرش دور کردن. و این علی اون علی نیست که ما میشناسیم و نه اون عمری است که ما میشناسیم و بهش اعتقاد داریم. عمری که ما، عمر ابن خطاب امیر مؤمنان، صحابی جلیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هرگز به در خانه علی نمیرفت که خانه علی رو آتیش بزنه و فاطمه رو زخمی بکنه و سقط جنین بکنه و سیلی بزنه به او. جرأتش هم نداشت، چون میدونست که فاطمه‌ای که ما میشناسیم، عمری که ما میشناسیم، علی که ما میشناسیم، علی بود که اگر کسی به تار موی فاطمه چپ نگاه میکرد دیگه زندگیش تموم شده بود در سطح کره زمین. اما این علی بی غیرتی که اینها دارن معرفی میکنن برای مردم، علی است که به خاطر ناودان عباس شمشیر میکشه و میگه همه کره زمین بیان باشون میجنگم و باشون دشمنی میکنم، نتونست از ناموس خودش، از ناموس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کنه. ما بیزار هستیم از اون علی که شما معرفی میکنید برای مردم. علی ما شیر خداست. علی ما کسی است که در بستر رسول الله در شب هجرت خوابید، از همه اهل مکه نترسید، از همه اهل مکه نترسید. اما علی شما کسی است که از عمر ترسید، میرفت تو چاه با چاه نجوا میکرد، مثل زنها گوشه خونه مینشست گریه میکرد. علی ما کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش فرمودن که فردا پرچم رو در روز خیبر به دست کسی میدم که الله و رسولش او رو دوست داره و او هم الله و رسولش رو دوست داره، و دژ خیبر به دست او فتح شد. این علی است، علی واقعی. اما این علی که شما برای مردم معرفی کردید، علی که نتونست از زنش دفاع بکنه، علی که در خونش رو شکستن، آتیش زدن، خراب کردن، کشتن، سقط جنین شد، فرزندش رو کشتن، صداش در نیومد، این علی اون علی نیست که ما میشناسیم. این علی اون علی نیست که در آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه بزرگ شد، اولین جوانی بود که به ایشون ایمان آورد. این علی
علی که ما میشناسیم در روز احزاب، در روز خندق، وقتی که عمرو بن عبدود اومد مبارزه طلبید، هیچ کس جرأت نکرد که در مقابلش بلند بشه غیر از علی. اما شما علی رو خوار کردید، علی رو ذلیل کردید. در کتاباشون ببینید، در تفاسیرشون علی پشه است، علی جانور است، علی نمیدونم زنبور عسل است، چیزای تشبیه کردن سیدنا علی رضی الله. علی الاغ است. به خدا این چیزا در کتاباشون هست، من بارها نشون دادم. این نسبت هایی است که به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به شیر خدا دادن. اینا شیعه علی نیستن، اینا دشمن علی هستن. با این اعتقادات و با این افکار و با این روایت ها میخوان حضرت علی رو بدنام بکنن، رسول الله رو بدنام بکنن، دین مبین اسلام رو بدنام بکنن.